مسئله چهارم از فقه طهارت، از کتاب طهارت. در اینجا شیخ مسئله چهارم الماء اذا خلطه طاهر، انکن آبی که اگر بر وی چیزی پاکیزه آمیخته شود، آبی که بر وی چیزی پاکیزه آمیخته شود، مانند برگ درختان یا که صابون یا که شامپون یا که اشمان میگویند یک نمودی ماده تازه کننده است، یا که سیدر میگویند نوعی از گیاه است که هنگام بر مردگان رو با این میشویند، یا دیگر چیزهای پاکی، دیگر چیزهایی پاک هستند، اگر بر آب افتادن در این حالت آیا آب با آن آب طهارت گرفتن جایز است یا نه؟ و این آمیخته شده، این چیزهایی که بر این آب آمیخته میشوند، برگ درختان، صابون، شامپون و سیدر که یک نوع از گیاه خوشبو است، اگر که با آن آمیخته شوند آب رو غلبه کند، یعنی خصوصیت‌های اساسی آب رو از بین ببرد، خصوصیت‌های اصلی آب از بین برود، پس آن آب طهور شمرده نمی‌شود. اگر خصوصیت اصلی آن از بین نرود، پس آب طهور شمرده می‌شود، یعنی پاک و پاک کننده حساب نمی‌شود. با آن طهارت کردن جایز است، هم در حدث افلاسی معنوی و هم در نجاست‌ها، برطرف کردن نجاست‌ها استفاده برده می‌شود. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید: و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم. اگر شما بیمار باشید یا در سفر باشید یا یکی از شما از قضای حاجت بیرون برآمد یا با زنان خود نزدیکی کردید و در این حالت اگر شما آب پیدا نکردید، پس با خاک پاک شما تیمم نمایید، با خاک پاک شما تیمم نمایید. سوره نساء آیت 43. در این آیت الله سبحانه و تعالی کلمه آب رو ذکر کرد بدون تعیین کردن، یعنی هر نوعی از آب در آن داخل میگردد، پس همه نوعهای آب رو در بر میگیرد، خواه آبی خالص پاکیزه باشد، خواه آبی آمیخته شده باشد با چیزهای پاکیزه، در پاکی اصلی خود را نگاه داشته باشد. پس در این بر این گونه آبها انسان میتواند طهارت بگیرد و طهارت نماید. و دلیل دیگر از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم، در حدیثی که با زنانی که دختر رسول صلی الله علیه و سلم هنگامی که وفات کرده بودند آن را گفتن که بشویید، گفتن که اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، گفتن او را با آب با سیدر، این گل خوشبویی که است، بشویید، گفتن 3 یا که 5 یا که زیاده از این رایتون، اگر این رو شما دیدید، بالماء و سدرین اجعلنا فی آخر کافورا او شیء من الکافور، گفتن در آخر، در شستشوی آخر کمی از کافور، نوعی از عطر هست، خوشبویی است، گفتن علاوه کنید، او را باید بشویید. این حدیث متفق علیه است، در صحیح بخاری و مسلم این حدیث روایت شده است. این احادیث و این آیات ها دلالت میکند که استفاده آبی آمیخته با چیزهای پاکیزه مثل سیدر و کافور و خاک گردچنگ و دیگر چیزها برای طهارت اجازه دارد. اگر با آب را غلبه نکند، آب تغییر نیابد، جایز می شود و روا می باشد استفاده بودن این گونه چیزها. بارک الله فیکم.